سلام بچه ها، خوش اومدین به یه ویدیو جدید و آموزنده دیگه از چنل خودتون. امیدوارم از ویدیوهای قبلی من خوشتون اومده باشه. اونا رو لایک کردید، ساب کردید، دمتون گرم که ازم حمایت کردید. اومدیم توی این ویدیو که بازم بگم ازم حمایت کنید. آقا میریم اینجا آموزش اوورال کردن بازیکن. اولین کاری که شما باید بکنید بیاید قسمت خرید بازیکن. اینجا مربی، این مربی اولین مربی رو انتخاب کنید، بخرید اونو. یا مثلا میتونید نگاه کنید اینا آمارشون پایینه، آمار تصاحب توپشون پایینه، مثلا این چیزش خوبه، این پایینش. باید یه مربی باشه که مثل این داشتمون آمارش 88 باشه تصاحب توپش، که من دارمش. و یه بازیکنم بخریم، یه بازیکن لول پایین، تا آموزش اوورال رو بهتون نشون بدم. مثال نگاه کنید، مهدی طارمی 51,000 سکه میدیم، 78 لولش، درسته؟ 78. الان اینو میبرم تا 93. نگاه کن، میاد توی تیمتون. بعد باید مربیتون خوب باشه دیگه. مثلا نگاه کنید، الان اینو بهتون نشون بدم. مربی رو که بزنید، اینو بزنید، این بالاییه واسه تعویض مربی خوب، بلدید میزنید. اینو بزنید، اینا رو میاره. اینا مثلا این تصادف، اینا رو دیگه نمیدونم، پاس بلند و ایناست دیگه. رو تصادف توپ باشه اوورالش 87، بقیهشون درسته پایین، ولی اینش 87. چون اگه بذاریم روی یکی دیگه، مثلا اوورالش 70، نگاه کنید 93 شد، 91 شد، 92 شد، این 89، مثلا این 93. بعد اینشو که درست کنید، افتره بفتره 96، 94، 95، این 93 شد، 95. خب مهدی طارمی رو که بزنید، اینشو بزنید، این تمرین آموزش دادن، اینا رو شو بدید بالا دیگه، همینجوری بزنید، تایید رو میزنید. لطفا منو ساب کنید بچه ها، دمتون گرم. خب 78 مگه نیست؟ اینو میزنید تا یه جوری بچینیدش که مثلا اوورالش بره بالا و آمار چیزاش بره بالا. مثلا آمارش هم نرفت، اوورالش هم نرفت بالا، آمارش که بالا باشه، مثلا قوی باشه بازی. من دیدم یه سریا با مثلا اوورال بازیکنشون نسبت به بازیکنهای دیگه کم بوده، ولی مثلا قوی تر از اونا بوده، چون آمارش بهتر بوده. خب از 78 آوردیمش چند؟ 87، یعنی 10 تا رفت بالا. حالا CF اینو میارید میذارید اینجا. چرا نیومد؟ نیومده تو ترکیب. دارمش اینجا بچه، دیدی گفتم 93 میارمش. خب از اینجا مهدی طارمی 89 رو میاری، بیا. ریدم، یعنی خدا شاهده تا حالا هیچ وقت اینجوری ضایع نشده بود، ولی من میذارم. نگاه کنید، این مثلا 93 شد، این یکی داشتم دیگه 93 شد. خلاصه آمار میره بالا، بازیکن خوبی باشه دیگه. طارمی دیگه زیاد خوب نیست نسبت به توی PS اینا، وگرنه واقعیت خیلی خوبه. خلاصه دیگه گفتم دیگه، مربیتون خوب باشه آمار بازیکناتون میره بالا. امیدوارم از ویدیو خوشتون اومده باشه. یه ویدیو دیگه ساختم چگونه آنلاین بازی کنیم، تازه هیچ برنامه‌ای هم نمیخواد، فقط سیم کارتتون همراه اول باشه. برید ببینید، کلی عشق کنید دیگه. سریع هم حریف پیدا میکنه، اینا ویدیو رو گذاشتم، برید اونو ببینید، برید ببینید. اینو گل کنیم و ما هم بریم ببینیم. خداحافظ.